الان همه اکثر مردم تو شهر که راه میریم میبینیم ماسک زدن. ماسک زدن به تنهایی فایده نداره اگر دست نشوریم. مهمتر از ماسک زدن دست شستنه. چون این ویروس در اثر عطسه و سرفه، چون ویروس سنگینه، به صورت قطرک انتقال پیدا میکنه. رو هوا پخش نمیمونه که از هوا بگیری، میاد میشینه روی وسایلی که دور و بر بیمار هست. در اثر عطسه و سرفه حتی اکثر تا 1 متر و نیم این ویروس به دور و بر پرتاب میشه. بنابراین وسایلی که دور و بر بیماره آلوده است. من میام به اونا دست میزنم، بعد قبل از اینکه دستم بشورم میبرم به دهنم، یه چیزی میخورم یا چشمم میمالم. خب این باعث انتقال میشه، یعنی تماس، نه از راه مستقیم ویروس بیاد از اثر عطسه، مگر تو صورت آدم سرفه کنه، تو چشم آدم سرفه کنه. بنابراین اون رو با دست شستن رو با دقت کنیم. چجوری دست بشوریم؟ با آب و صابون 20 ثانیه دستمون رو قشنگ بشوریم، یا اینکه اگر آب صابون در دسترس نداریم از این محلولای ضد عفونی کننده الکل بیس به اصطلاح، با اونها 20 ثانیه حسابی دستمون رو بمالیم، بشنن که تا یه ذره اینجوری کردیم بقیه‌اش هم با رفوشمون پاک کنیم، با پیرنمون پاک کنیم و بریم، یا با دستمال. نه، باید بذاریم حسابی خشک بشه 20 ثانیه حداقل. اگر دستتون رو مرتب بشورید سالم میمونید. مردم همه نگرانن آیا روی لباس بیرون چند روز میمونه. این چیزایی هم که آمده، ببینید از اپیدمی این بیماری ویروسی 2 ماه 2 ماه و نیم بیشتر نگذشته، خیلی چیزا راجبش هنوز نمیدونیم. پس اونی که میدونیم شستن دست و اتیکت سرفه است.